در سمینارهایی که از جانب ترینرهای انتخاب شده برگزار میشه فعال اشتراک میکنه و یعنی که بگذارید در دوره امتحان کار بکنه. نقطه مهمتره که من باید تاکید کنم محترم اشتراکچی‌ها، کاری که شما میکنید کار دشوار نیست. یعنی که من تکرارا در دیگر گروه ها گفتم که شما تست ترتیب نمیدید، سوالنامه ترتیب نمیدید، بلیت نمیسازید، یعنی که زحمت نمیکشه در سمت آماده سازی سوالنامه تستی یا که گرفتن نام نصب داخل همش تیار است. شما از راهبر مرکز امتحانی رویکرد میگیرید، موضوع میگیرید، میورید، تقسیم میکنید، رشته جمع میکنید، میبرید، میسپارید. فقط با حس بلند مسئولیت همین برای زماندن بودن. این نکته ها ضمن سمینارهای آموزشی تاکید کرده شد. حالا در نقطه های قبول مرکز ملی تستی که در آنجا امتحانات دولتی برای قبول به دانشگاه های عالی و کسبی گذرانده می شود، سمینارهای آموزشی جریان دارد. در آن کارمندان موقتی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت انتخاب کرده می شود. سمینارها 5 روز ادامه می کند. سال جاری ما در شهرهای خوجند، کنی بادام، اسفرا، پنجکین، سرافشان، باباجان، غفورов مرکزهای امتحانی تشکیل میکنیم. برای کارمندان برگزاری امتحانها از حساب کارمندان موقتی که در اساس آزمون مرکز ملی تستی در سامانه خود کرده بود، کارمندانی در آزمون پیشنهاد شده آموزش داده می شود. از میان اینها بهترین ها به حیث ماموران امتحان، راهبران مرکزهای امتحانی، ماموران کلان مرکزهای امتحانی و کار موقتی جلب کرده میشن. البته این کارمندان از جانب ترینران سطح جمهوری که از طرف مرکز ملی تستی آموزش داده شده است آموزش داده میشوند و تمام روند و مرحله های برگزاری امتحان ها به اینها فهمانده داده می شود تا توانند در دوره امتحانی فعالیت کنند. سمینار آموزشی برای انتخاب کارمندان موقتی از سنه 10 تا 15 ایون ادامه میکند. امتحانات باشد برای داوطلبانی که در دوره اساسی از قید مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت گذشتند از 1 ایول تا 8 ایول جریان میگیرد. نوبسته از این مرحله دوم قبول داوطلبان به مرکز ملی تستی ادامه دارد. مرحله به قیدگیری ایلوگی در شهر خوجند در مکتب رقم 2 از 10 ایون آغاز گردید و طول 20 روز جریان میگیرد تا 30 ایون. طول 3-4 روزه که ما فعالیت کرده ایستادیم، علاقه زیاد از 400 نفر رو به قید گرفتیم و این دوره باز هم برای داوطلبان امکانیت فراهم می‌آورد که اختصاص‌های خود را از سری نو انتخاب کنند یا اینکه اگر در دوره اساسی اشتراک کرده بودند میتونند باز هم اختصاص‌های خود را تغییر داده باشند. نفرانی که در دوره ایلاوگی از سنه 10 تا 30 آمده از قید می‌گذرند، آنها سنه 12 ایول امتحان را در خود همین شهر خوجند می‌سپارند و دوره ایلاوگی که از 10 تا 30 که گفتیم جریان می‌گیرد در شهر خوجند و همچنین در شهر پنجکین نقطه‌های به قیدگیری البته فعالیت کرده شدند. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مرحله ایلاوگی قبول داوطلبان و خواهشمندان را از سنه 10 ایون آغاز کرد و قبول خواهشمندان تا به سنه 30 ایون ادامه می‌کند. در این مرحله هر نفر خواهشمند و حتی داوطلبانی که در قید مرکز ملی تستی بودند می‌توانند اشتراک نموده اختصاص‌های خود را تغییر دهند. از طرف شعبه های معارف شهر و ناحیه ها با پررگی تمام مکتب هایی که در شهر و ناحیه ها هستند آگاه کرده شدند و هر یک داوطلب هر یک خواننده آگاه است که میتواند بورسم اگر در دوره اساسی سپارید آمده عوض کند یا اینکه نفری بود که در دوره اساسی با بعضی سبب ها سپاریده نتوانسته بود آنها میتوانند آمده سپارند. پر مکتب ها داوطلبان خوانندگان آگاه هستند و اگر نسبت به سال گذشته قیاس گیریم نسبت به سال گذشته در دوره ایلاوگی به قیدگیری شماره داوطلبان قریب 50% زیاد هستند. ما گفته میتونیم که اگر در سال گذشته در طول 4 روز همگی 150-200 نفر رو از قید گذرانده باشیم، عینها طول 3 روز 4 روز زیاده از 400 نفر رو به قید گذرانیم که این نسبت به سال گذشته علاقه 50% زیاد است.
ҳоло маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд беш аз 22 000 нафарро ба қайд гирифтааст. Дар соли 2023 дар давраи асосӣ ҳамагӣ 20 046 нафар довталабон қабул гардида буданд. Соли 2024 дар давраи асосӣ 22 088 нафар аз қайд гузашт ки 21 005 нафарашонро хатмкунандагони синфҳои 11 ташкил медиҳанд. яъне 71% хатмкунандагон мебошанд. Ин рақам дар муқоиса бо соли гузашта зиёд аст. сабаби аслии ҳолати мазкурро баробари корҳои тарғиботӣ таваҷҷӯҳи довталабону хоҳишмандон ба донишгоҳҳои олии вилояти суғду ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мекунанд. гузориши Мафнушкурова, Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.